آموزش امروز یه رولت شکلاتیه با خامه‌ای که طعم قهوه داره و یه سس فندق شکلاتی که روش میریزی و دیگه اصلا نگم از طعمش برات محشره. برای درست کردنش زرده و سفیدای تخم مرغ رو جدا کن، به زرده شکر و وانیل بزن و هم که زدی روغن رو اضافه کن و مواد خشک. حالا به سفیده ها باقی مونده شکر رو اضافه کن تا به این بافت برسه. بعد طی 3 مرحله به مایه اضافه کن و آروم هم بزن. بعد بریز تو سینی و بذارش داخل فر. از فر که در بردی از حرارت افتاد پارچه رو بذار و با یه سینی برش گردون. کاغذ روغنی رو جدا کن و رولش کن و بذار یکم دیگه استراحت کنه تو محیط. بعد تو این فاصله خام قنادی رو فرم بده. قهوه رو بهش اضافه کن. شکلات آب شده و روغن و مغز دلخواهت هم آماده کن، بذار از حرارت بیفته و بعد رولو که باز کردی خامه رو بزن روش و دوباره رولش کن و مایه شکلاتی رو روش بریز و بذار توی یخچال استراحت کنه. بعدم برش بزن و نوش جونت. لایک و سیو یادت نره.